در شهر سمرقند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همچنین با پرزیدنت بانک اروپایی تجدید و رشد خانم عادل رنابسا ملاقات نمودند. طور تاکید گردید در دوره همکاری از جانب بانک اروپایی تجدید و رشد در تاجیکستان 184 لایحه مورد تطبیق قرار گرفته است که مبلغ عمومی آنها به بیش از 1 میلیارد دلار میرسد. این لایحه ها اساساً در سمت‌های تحکیم نظام مالیوی، رشد بخش خصوصی و ساحه‌های نقلیات و انرژتیک تطبیق می‌گردند. لایحه های مربوط به تامین اهالی با آب و بلندبرداشتن سطح خدمترسانی کمونالی از بخش‌های دیگر همکاری تاجیکستان با بانک اروپایی تجدید و رشد ارزیابی گردیده علاقمندی تاجیکستان بر رشد همکاری تاکید شد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان سطح همکاری با بانک را بلند ارزیابی نموده اظهار داشتند که تطبیق لایحه‌های مشترک با نظرداشت تاثیر منفی عامل‌های بیرونه به اقتصادیات تاجیکستان در شرایط کنونی بسیار مهم میباشد. ضرورت گسترش همکاری برای ادامه اصلاحات اقتصادی و تاباور نمودن اقتصادیات تاجیکستان به خطرهای امروزه و جلب مبلغ‌های گرانتی و امتیازناک شریکان رشد تاکید گردید. اظهار باوری کرده شد که همکاری تاجیکستان با بانک اروپایی تجدید و رشد در تطبیق لایحه‌های افضلیت‌ناک در دوره روزنامه سبز من بعد تقویت می‌یابد.